لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. برادران محترم، خواهران عزیز، یک موضوع امروز خطبه ما موضوع توحید و شرک در استعاذه و تعویذ می باشه. بعضی از اصطلاحات اسلامی است که با گذشت زمان معنای از او به معنای دیگه انتقال پیدا میکنه و بعضی اوقات این قسم است که انسان بعضی اصطلاحاتی که در عصر جاهلیت بوده و او را انسان دربارش معلومات درست نداشته باشه، متأثر به مو اصطلاحات عصر جاهلیت میشه. استعاذه یا تعویذ یا پناه دادن و پناه گرفتن، این اصطلاحات است که هم در عصر جاهلیت وجود داشت و هم در عصر اسلام. عمر رضی الله تعالی عنه یک مقوله بسیار مهم داره که میگه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. عمر رضی الله تعالی عنه میگه رسمان انسان، رسمان اسلام، وقتی که الله بر ما و شما گفته که شما بحبل الله المتین، رسمانی که عقیده اسلام تشکیل میده، عقیده توحید تشکیل میده و دوری از شرک تشکیل میده و شریعت الله را بیان میکنه، میگه امیر رسمان پاره پاره و توته توته میشه. چه وقت؟ اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیه، وقتی که اتو مسلمان های ظهور بکنن که این مسلمان ها عصر جاهلیت نشناسن، عادات جاهلیت نشناسن، رواجهای عصر جاهلیت قبل از اسلام نفهمن. وقتی انسان عادات عصر جاهلیت نفهمید، خودش مسلمان است. مثل که حال ما و شما، من مثالایش براتان میگم، شما میبینین که بسیاری از مسلمان ها هستن که چون عصر جاهلیت و عادات جاهلیت نمیفهمن، فکر میکنن که ما مسلمان خوب هستیم و مشکل نداریم. یکی از این مشکلات در مسئله استعاذه هست. الله سبحانه و تعالی میگه قل اعوذ برب الفلق. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، برای مردم بگو که اعوذ، ما پناه میبرم، برب الفلق، به پروردگار صبح. قل، باز آیت قرآن برش نازل میشه که بگو اعوذ برب الناس، ما پناه میبرم به پروردگار مردم. فاذا قرأت القرآن، دمون لحظه که تو کتاب الله را تلاوت میکنی،
میخوای قرآن بخوانی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به الله پناه ببر از شر شیطان رجیم. حالا ببینین که در عصر جاهلیت چه قسم پناه می بردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم پناه می برد، چه قسم دیگرها را به الله پناه می داد. و امروز مقایسه بکنین که ما کسانی که مسلمان هستیم چند فیصد به طرف جاهلیت در حرکت هستیم و چند طرف به طرف اسلام حقیقی. در عصر جاهلیت قرآن عظیم الشان بر ما بیان میکنه. اول یک تعداد مردم جاهلیت به جنها پناه می بردن. آیت قرآن است و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. یقینا که یک تعداد از انسانهای عصر جاهلیت یعوذون پناه می بردن برجال من الجن، به جنها پناه می بردن. فزادوهم رهقا، وقت اینها به جن که شیطان است، به جادوگری که شاگرد شیطان است، به او پناه می بردن. فزادوهم رهقا، اینا هنوز جرأت بیشتر می دادن برای جنها که این انسان آنقدر احمق است که رب العالمین ترک کرده به پیش ما میه. آیا هر آیت قرآن در جامعه مقایسه کنین و ببینین امروز چقدر مردم هستن که به جنها پناه میبرن، چقدر مردم هستن که به کسایی که اونا شاگردای جنها هستن به اونا پناه میبرن. امی کسایی که تعویذگرا و فالبینا و جادوگرا هستن، اینا شاگرد کی هستن؟ از کی پیام میگیرن؟ از کی میآموزن؟ از جن، از شیطان. یکی دروغگویایی که در لب سرک شیشتن یا خود با جهالت خود کافر میسازن، لکن او کلانا و بزرگایشان که بودن اونا باز حقیقتاً با جن ارتباط دارن. یک جادوگر بسیار بزرگ ای توبه کرد در یک کشور عربی، گفت ما 20,000 نفر کافر ساختیم. خودش آمد در تلویزیون اعتراف کرد، ما 20,000 نفر گفت کافر ساختیم. چه قسم 20,000 نفر گفت کافر ساختی؟ گفت وقتی که من جوان بودم زیاد علاقمند بودم که پیسه دار شم، دلار داشته باشم، پوند داشته باشم، یورو داشته باشم. گفت هر کاری کردم پیسه پیدا نکردم. بالاخره یک کس برای من گفت برو یک جادوگر است امروز از او تماس بگی، او برای تو چی میگه. میگه وقتی که پیش از او رفتم میگو برای من گفت خلاص مال پیر شدیم، بیا که برات من همین جادوگری رو یاد بتم. میگه من گفتم خوب است. یک ورقه که برای من داد، گفت رو بخوانی 40 تا کاف است یا 40 کفر است. 40 کاف 40 کفر. من یک روز یک تاش یک کسی برای من داد، دمی افغانستان هم است، یک کسی داد که خواندم، دمی خط سیومش نوشته بود که انا اکفیک الله لا یکفیک. یعنی شیطان برش میگه که جن برش میگه که من برات کفایت میکنم، الله کفایت نمیکنه. گفت ما وقتی که کلمات کفری رفتم در یک زیرخانه، گفت در یک جای چتل برو، در یک زیرخانه برو، وضو نداشته باش، غسل نداشته باش، حتی کوشش کن که در حالت جنابت باشی، در اونجا امیره بخوان. گفت وقتی که من ایره خواندم 2 شیطان ها آمدن پیش من. چی میخوایی؟ میگه من برشان گفتم که من میخوایم پیسه دار شم. بسیار خوب است. شیطان های انسانی و شیطان های جنی برای هر کس عادی کتش کمک نمیکنه. گفت یک پروتکل تو امضا که یک پروتکل امضا میکنیم، بعضی خدمت ها را تو تقدیم کن، بعضی خدمت ها را من تقدیم میکنم. چی خدمت من تقدیم بکنم؟ گفت خدمتی که تو تقدیم میکنی ما برات خدمت ها میکنیم که تو را مالدار میسازیم، ما برش رای شبرت میگیم که مالدار شوی. بسیار خوب. و تو هم باید بعضی خدمت ها را برای ما بکنی. وقتی که جادوگر میشی باید شرایط ما را قبول بکنی. خب گفتم شرط اول دار. گفت شرط اول ما 2 نفر شیطان همی هست که وقتی تو میخوای جادوگر شوی، تا وقتی تو جادوگر نمیشی و بر دیگرها تعویذ دادن نمیتانی، تا زمانی که قرآن زیر پایت نماری و سرش لغت نکنی. میکنی کاره؟
خب گفت پیسه خو روی شیرین است. درست است. گفت بان. گفت سر قرآن سرم لغت کردن تا که برای ما ولای تو عقیده ولا و برا، تو باید اول دوستی تا با امرای ما ثابت کنی و دشمنی تا با الله باید ثابت کنی. دیگه چی کنم؟ گفت دیگه به لباس یک انسان خوب، ریش بسیار کلان باد، بسیار متقی، در صف اول مسجد بشی، خوشوانه 1 ساعت باید برای ابلیس سجده کنی. جادوگر میشی. با جن پناه میبری. وقتی با جن پناه میبری باید این شرایط قبول کنی. گفت میکنی. سوم شرط، گفت شرط سومی است که هر کسی که پیش تو میایه از پیشش مرغ طلب کن. برو مرغ سیاه بیار، برو بز سیاه بیار، برو گوسفند سیاه بیار، برو گوسفند سفید بیار، برو فلانی چیز بیار. و وقتی که گوسفند و مرغ آورد، اینه میری در بیت الخلا به نام ابلیس ذبح میکنی. چرا در بیت الخلا؟ به خاطر گفت مسلمان ها وقتی که در بیت الخلا داخل میشن چی میگن؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو باید به نام اینمی خبث و خبائث حیوان ذبح کنی. شرط چهارمی، هر کسی که از مراجعین تو میایه، هر کسی که از مراجعین تو میایه تا وقتی که او را به کفر شرک مبتلا نکردی از پیش خود رخصتش نکن. از این خاطر وقتی که پیش جادوگران مردم میرن، پیش فالبینا مردم میرن، اول سوالی که از جانب مقابل میکنن میگه آیا تو با ما عقیده داری که من مشکل گشای تو هستم؟ این جن حاجت روای تو هست، این جن هست که برای تو نفع و ضرر میرسانه. با او بزرگ ما عقیده داری؟ اگر این گپ قبول کرد، این انسان شرک در الوهیت و ربوبیت الله میاره. این سوال باید از پیشان بکنی. و دوم، برش وظیفه بده که نظر به غیر الله بکنه. برو یک دیگ الوا نظر بگی ببرش به فلانی قبر. برو چند متر تکه بخر نظر بگی به فلانی قبر. برو سجده بکو در مقابل فلان قبر. برو شفایت از فلانی زیارت بخواه. در حالی که ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی من مریض میشم الله مرا شفا میده. در عقیده از این قسم تلقین کو که اذا مرضت فالله لا یشفیک. اگر تو مریض شوی تو را الله شفا نمیده. در غزنی برو که او صاحب او شاعری که در اونجا دفن است تو را شفا بده. در مزار برو که او کسی که دفن است تو را شفا بده. به قرآن رجوع نکو. الله میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان جا به جا کردیم. اما انسان بالای مریض خود یک مرتبه عقیده نداره که سوره فاتحه را بخونه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الله رب العالمین است. الله مرا خلق کرده. الله این مریض خلق کرده. الله این مرض خلق کرده. الله شفای از را خلق کرده. الله در کتاب خود شفا را برای از این مقدر کرده. از این خاطر و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. از این خاطر وقتی که عقیده خراب شد، وقتی که قرآن از قلب مسلمان بیرون برآمد، باز 4 نفر مداری و فالبین سر ازی، سر زنش، سر خانمش، سر فامیلش از آرا تجاوز میکنه.
والله یک فالبین خودش آمد برای من قصه کرد. خودش گفت ما خانواده فالبینا هستیم، 3 استفاده از کسایی که پیش ما میکنن استفاده میکنیم از پیشش. استفاده مالی، از پیشش مال میگیریم. استفاده اعتقادی، عقیدهش خراب میکنیم. و استفاده ناموسی، پیش روش سر ناموسش تجاوز میکنیم. مرد چیشته خانه شده پس خانه میبره که من به خاطر از اینکه این مشکل دارم من ایره چرت میکنم، تخت پشت خانم تا پیش روی چرت میکنم و ایره باید ما برن دو اتاق دیگر. شوهرش قرار برش شیشته و او همراه خانمش دو خانه داخل است. و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش میکنه که وقتی که یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک اتاق یک جای میشه، ثالثشان کی است؟ شیطان. ولی مشکل چی هست؟ عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه که ریسمان انسان تار تار میشه ریسمان اسلام. وقتی که جاهلیت کس نفهمه، این کارهایی که در عصر جاهلیت میشد، در عصر جاهلیت قدیم، در عصر جاهلیت امروز میشه. میگه من پرسانش کردم خب شما برای ما چی خدمت میکنین؟ شما برای ما چی خدمت میکنید؟ میگه 2 تا جنها. گفت توی 3 کار 4 کار برای ما میکنی؟ گفت بله من خدمت میکنم. هر مراجعینی که آمد اونم کافر یا مرتد یا مشرک نیست. گفت من از این پرسان کردم خب شما برای من چی میکنین؟ گفت ما برای تو بسیار آسان کار، یک قاعده رو برات نشان میدیم و این قاعده رو یاد بگی تو میتونی که مال شوی. گفت قاعده چی است؟ گفت ببینین که هر انسان یک قرینی از جن هست، که هر انسان یک شیطان هست، که هر انسان. بنابراین وقتی که انسان یک عمل میکنه ولو که در یک اتاق تنها باشه، کسایی که او را با این عملش میبینن، الله که رقیب است او را میبینه و ملائکه که امرایت است او تو را میبینه و خودت میفهمی و شیطانت میفهمه که شو تو 10 بجه شو چی کردی. کسی دیگه نمیفهمه. حالا وقتی که امرای ما قرارداد کردیم ما بر تو 1-2 نفر شیطانا را تعیین میکنیم که مجرد یک کس پیش تو میایه، این شیطانی ازی 2 نفر شیطان تو، 2 نفر بادیگارد تو ارتباط میگیره امرای قرینی از او شخص. وقتی که او شخص آمد پیش ازی که پیش تو برسه او شیطان تمام گزارشات برای تو میده. از این خاطر وقتی که آمد برش میگه گپ نزن، نامت فلانی است. از کجا کردی؟ در خانیتان اینی مشکل است. از کجا فهمیدی؟ شیطان قرینی از او و شیطان از این خبر دادی. شیطان برای جادوگر خبر میده. به گپ نزن، در خانیتانی گپ است. دیروزی مشکل بود، 1 هفته پیشی مشکل بود، 2 هفته پیشی مشکل بود. اینا اگر کس عقیده درست داشته باشه که اینجا مشکل رجال من اینجا رجال الغیب میگن و رجال الجن میگن، این فکر میکنه که این شخص عالم الغیب است. آدمی که عقیده درست نداشت عقیده میکنه سر از این جادوگر که چی میفهمه؟ علم غیب میفهمه. وقتی که عقیده کرد که عالم غیب است کافر شد. چرا فالبین کافر است؟ یک کسی فالبین آمد مرا گفت استاد من چرا کافر هستم؟ گفتم تو به خاطر از این دلیل کافر هستی و مراجعین دلیل بگوید. گفتم من خلاص دلیل بهتون میگم دلیلش. تو به خاطر از این فالبین کافر است که فالبین وقتی کتاب آواز میکنه بر از این نفر میگه که 1 هفته بعد سر تو یک مشکل میایه. یکی 1 هفته بعد سر ما مشکل میایه. تو فالبین از کجا فهمیدی؟ تو ادعا میکنی که تو عالم الغیب هستی. وقتی کسی علم غیب الله را ادعا کرد این شرک از اسماء و صفات الله. چرا در قرآن صراحتا ملائکه غیب نمیفهمه. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء.
باز پسان وقتی که میگه وعلم آدم الاسماء کلها، این قصه را باز پسان این بیان میکنه الله که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك. سیکنین ملائکه چی میگن؟ سبحانك، پاکیست تو را یا الله، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علم نداریم مگر آنچه را که انک انت العلیم الحکیم. وقتی که باز آدم علیه السلام برشان خبر میده، الله برشان میگه که علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، من نگفته بودم که من عالم غیب آسمان ها و زمین هستم؟ تو جبرئیل غیب نمیفهمی، تو میکائیل غیب نمیفهمی، تو اسرافیل غیب نمیفهمی، تو ملک الموت غیب نمیفهمی، شما محشر ملائکه غیب نمیفهمی. علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. ملائکه جبرئیل نمیفهمه، پیغمبر غیب نمیفهمه، جن غیب نمیفهمه، جادوگر نه و ادعا میکنه که یک هفته بعد بالای تو چی میشه، ادعای علم غیب الله را میکنم. الیس هذا شرکا فی اسماء الله و صفاته، آیا این شرک در اسماء و صفات الله نیست؟ آیا دادی الله په اسماء و صفاتو که شرک نده چه؟ جادوگر و تعویزگر ادعا که چه؟ ز عالم الغیبیم پتا بانده یه وقت ورسته دا مشکل رازی باز جد ادعا میکنه که ما جادوگر میتونم این مشکل تو را تغییر بتم. باز برش میگه که ولیس القدر خیره و شره من الله، این کافر میشه فالبین بمی، نمیگه که والقدر خیره و شره من الله تعالی، میگه ما تقدیر تو را تبدیل میکنم، خانه تو دختر میشه ما برات بچه جورش میکنم، الله برات اولاد نشته نکردم ما برات تو را صاحب اولاد میسازم. و این شرک نیست، شرک به شرک. پس فالبین به این اساس کافر میشه، مشرک میشه، از دین الله خارج میشه. خب مراجعین بیچاره چی گناه کرده؟ او چرا کافر میشه؟ آیا نخواندید که الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجنان؟ آیا نخواندی که ایمان بعضی علما میگه اقرار به زبان است تصدیق به قلب، و بعضی علما دیگه میگن که اقرار به زبان است تصدیق به قلب است و عمل به اعضای بدن. بله خودت اقرار کردی، برات گفت که خب من مشکل یک هفته بعد سر تو مشکلت من میتونم تغییر بتم. پس علم الغیب ادعا کرد و گفت که من تقدیر میتونم تغییر بیارم و تو قبول کردی. علامت قبول چی است؟ برش گفت بتی 5000 روپیه. چرا 5000 برش دادی؟ یعنی قناعت کردی، اقرار به زبان کردی که گپ تو درست است میفهمی، و تصدیقا به قلب کردی و عملا بالجوارح کردی که این 5000 روپیه رو بگی. باز تقدیر مرا چی کن؟ تبدیل کن. این حاله ای بود یک تعداد است مردم پناه می بردن به بت‌ها و مجسمه ها. این را کلتان می فهمین، زیاد مسئلهش بحث نمی کنم. یک تعداد مردم دیگه پناه می بردن به قبرها. اصل مشکل مشرکین با موحدین در مسئله پناه جستن. ام حبیبه و ام سلمه رضی الله تعالی عنهما یا میگه که ما در حبشه رفتیم و در اونجا یک کلیسا بود، در کلیسا تصاویر مانده بودن و مردم در مقابل این تصاویر، حدیث صحیح البخاری هست، میگه در مقابل از این تصاویر قصه شبر آمدن به رسول الله. رسول الله گفت بله این مردم هایی هستن که وقتی یک شخص نیک صالح در بینشان وفات نمود سر قبرش سجدگاه میسازن، یعنی مساجد خود بالای چی جور میکنن؟ سر قبر، به خاطر که به اون قبر سجده کنن. و رسول الله صلی الله علیه و آله که این مردم بدترین مخلوقات الله در روز قیامت می باشند. تصویر پرست و قبر پرست.
از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله چی دعا کرده؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا. یا الله قبر مرا وثن نگردان. یکی صنم است و یکی وثن است. اگر یک نفر، یک ولی، یک پیغمبر، یک دوست الله کسی فوت کرد، مجسمه از او را ساخت، این صنم میگن. اگر قبر از این پرستش کرد، این چی میگن؟ وثن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که اللهم لا تجعل قبری وثنا. پروردگار قبر مرا وثن نگردانی. من یک وقتی همین حدیث شریف معنایش درست نمیفهمیدم. ظاهرا استادا برای ما تشریح میکردن، لکن هیچ استادی اما موضوع را در مغز من درست تشریح نکرد که من بفهمم که قبر چه قسم وثن میگرده. تا ای که رفتیم در یک منطقه وثنی ها، رفتیم به یک سفر هندوستان. وقتی به هندوستان رفتیم، در هندوستان روزایی که ما درس نمی داشتیم، ما یک سمینار داشتیم 20 روزه به خاطر دانستن اقتصاد کپیتالیستی، که اقتصاد کپیتالیستی چی داره. از طرف پانتون رفته بودیم و رو با اقتصاد اسلامی و دیگه اقتصادها مقایسه بکنیم. روزایی که ما درس نمی داشتیم، ما رو به یک جایی می بردن. یک روز از روزا ترجمانای ما امرای ما خیستن و گفت امروز شما را میبریم به یک مرکزی که اونجا مسلمان ها هستن. بسیار خوب است. در شهر مومبای هندوستان است و در داخل بحر یک دانه زیارت است به نام آجی علی. یک وقتی در ذهن من بود که استادا میگفتن که وثن پرستا در مقابل قبر کارهایی را میکنن که صنم پرستا در مقابل بت میکنن. یعنی قبر پرستا کارهایی را در مقابل قبر میکنن که عین کارها را بت پرستا در مقابل بت میکنن. ما خیلی بت پرستا را هر روز میدیدیم. اونجا مندر است، مندر اون دوها هست और इधर दरगाह है. ये क्या है? ये मंदिर है. और ये क्या है? ये तर्जुमान बर्मा में है कि this is درگاه. وقتی که داخل درگاه میشیم، من بر از جوانی که اون دوست ترجمان است برش گفتم که شما داخل از این منطقه میشین؟ گفت یس. گفتیم این خب مربوط مسلمان ها هست. گفت there is no difference between Muslim and Hindus in Hindustan. भारत में उन दो और मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क नहीं है. मैं برش گفتم عجب آدم هستی، बहुत فرق है. گفتم تو چی میگی؟ بسیار فرق است. مسلمان است، اون دو است. او برای من گفت که برادر don't use your force professor. من گفت تو یک استاد هستی، زور کار نگی، دلیل بگو. من برای دلیل میگم. گفتم چی یعنی دلیلش؟ گفت تمام کارهایی که ما هندوها پیش رام میکنیم، مندر میکرده ہیں، تمام همون کارها را شما مسلمان ها در درگاه میکنیم. او در رام ہے، ادھر آجی علی ہے. رام بھی اچھا آدمی تھا ہمارا نظر میں، آجی علی بھی اچھا آدمی ہے آپ کی نظر میں. رام و آجی علی دیشان خوب آدم هسته و هم یک انسان بود و هم یک انسان بود. So I think there is no difference between آجی علی and رام. هیچ فرق نداره. منتها گفت بت ما این قسم است، بت شما این قسم است. فرق هر دوش یک چیز است. چی کارهایی را ما گفتم چی کارهایی را مسلمان هایتان
قبر میکنه که بت پرستایتان پیش بت میکنه. گفت سیل کو. اول ددان دروازه بتخانه ما هم دول و طبله ماندگی است، قوالی میخوانیم و ددان دروازه درگاه شما هم طبله ماندگی است. منتا سازندای ما به مدح و ستایش رام میخوانن، از شما با حاجی علی میخوانن. این مقایسه نمبر یک. مقایسه نمبر دو، زنا و مردا به شکل مختلط در بتخانه هم میرن، زنا و مردای شما مسلمان ها هم در درگاه مختلط میرن. این مساوات نمبر دو. مساوات نمبر سه، از ما زنا و مردای ما در پاهای بت افتاده از پیش از او دختر و بچه میخواین، اولاد میخواین. شما مسلمان ها هم در مقابل قبر استاده و به قبر سجده میکنین و میگین که بر ما بچه و دختر بتین. ما هم شیر و میچایی در پیش بت میخوریم، شما هم الوا و پیرکه و شوله شیرین و شوله تلخ پیش قبر میخورین. پس چی فرق داره بین ما و شما؟ ما به بت سجده میکنیم، شما به قبر سجده میکنین. ما ربوبیت الله را به بت میتیم، شما ربوبیت الله را برای این صاحب قبر میتین. پس چی هست فرقتان در بین ما و شما؟ اگر میگی نیست بفرما داخل برو. وقتی که داخل رفتیم واقعا 10 تا زن مسلمان سر خود در سر قبر مانده پاهای قبر و برازو میگه که آجی علی بچه دیدو، آجی علی لرکی دیدو، آجی علی میره دیدو، آجی علی یه دیدو، کلش اگافی آجی علی میگن. پس آیا رب شما خالق شما امی هست که میگن وقتی ما پیش مخلوق سجده کردیم مشرک هستیم، بت پرست هستیم، در دوزخ میریم؟ وقتی شما رفتین به مخلوق رکوع کردین، سجده کردین، ربوبیت الله را به مخلوق دادین، با شما مسلمان هستین. اونجا فهمیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم یا الله لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر مرا بت کده نساز. لعن الله قوما، الله لعنت نموده به قومی که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله به او قوم لعنت کرده که قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه ساختن. دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شد، دعایش قبول شد. اما در دیگه جاها فاسأل ولا حرج. ببینین و حرج نیست. چهارم، مشکل پناه جستن در عصر جاهلیت. ببینین حداقل مقایسه بکنین، بگذارین، هیچ مشکل نیست. هر نامی که میخوایی بگو، هر لقبی که میگذاری بگذار، هر چیزی که میکنی بکن، لکن تبا هر دوی ما در مقابل رب العالمین قرار میگیریم. تو که به خاطر جیبت مردم به شرک مبتلا میکنی، به خاطر جیبت مردم به قبر پرستی دعوت میکنی، به خاطر منفعت نفست افرعیت من اتخذ الهه هوا، تو که الهت معبودت خواسته های نفست گرفتی، به این خاطر حق بر مردم بیان کردن نمیتونی. بگو انشاءالله تعالی در روز قیامت کل ما و شما روبرو میشیم. اونجا رب العالمین میبینه که کدام بنده ما بنده واقعی بود، کدام بنده ما بنده مخلص بود، کدام بنده های ما لقب دیدن. اگر کسی به خاطر بیان عقیده توحید درست نام های سر مردم میمانه، ما از رسول الله برتر نیستیم. به او رسول کذاب گفتن، بر او که رسول دروغگوی گفتن، بر از او ساحر گفتن و کاهن گفتن و مجنون گفتن. بر ما هم هر چیزی که هر کسی بگوین، ولیکن ما برشان میم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. بسیاری کساست خصوصا دعوتگرایی که وقتی بحث بیایه
آبروی خود در مقابل چشم خود قرار میتن. فلان شخص در تلفن مرا گپ بد میزنه، فلان کس از دور طرف ما اشاره میکنه، فلان کس سر من نمیمانه. آیا آبروی ما و تو از آبروی رسول الله برتر است؟ آیا عزت ما و تو از عزت رسول الله برتر است؟ آیا خون ما و تو از خون رسول الله برتریت داره که به خاطر کلمه توحید میریزه؟ چرا تا 40 سالگی به رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کسی چیز نمیگفت؟ چرا بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برش آیت نازل شد که فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین، از این مردمای بت پرست اعراض بکن، حق بر از اینا بگو، بر از اینا بگو که 360 بت شما کمال نداره. لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. در او وقتی که لا اله الا الله را بیان کرد، سر رسول الله صلی الله علیه و سلم دسایس مختلف شد. برادر دعوتگر، برادر مسلمان، برادر موحد، در وقتی که توحید الله را بیان می کردی، قبل از اینکه مشکلات خود در نظر بیاری، آبروی رسول الله را در مقابل چشمایت قرار بدی، عزت رسول الله را در مقابل چشمایت قرار بدی. دشمنای اسلام که در مقابلش قیام کردن، آیا در خانه تو 20 نفر آمده که تو را بکشن، که باز تو مجبور شوی هجرت بکنی؟ آیا کسی دخترت به خاطر عقیده توحید طلاق داده؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 دخترشه فقط به خاطر لا اله الا الله طلاق داده ابو لهب سر بچهای خود. آیا سر خانم و ناموس گفت سر مادرش تهمت کنی وقت درد نداره، سر پدر تهمت کنی درد نداره، سر خواهرم که اگر بکنی میگه او خانم کسی دیگه هست. سر کی تهمت کنیم؟ سر ناموسش، سر ام المؤمنین، سر مادر تمام مسلمان ها. و تا امروز تهمت جریان داره، تا امروز این گپ تکرار میشه. پس انسان مسلمان وقتی که عقیده توحید بر مردم بیان میکنه، عزت رسول الله و عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل چشمات قرار میده. از گپ های مردم، از پرزه های مردم، از کسایی که مثل ابو جهل و ابو لهب میگفتن که ما نتبع الا ما الفینا علیه آباءنا. ابو جهل برای رسول الله صلی الله علیه و آله که ما پیروی نمیکنیم مگر چیزی را که از پدرای ما مانده. حالا خب مردم بگه که صاحب حال شما نو آمدین، از پدرای ما چیزی که مانده ما او را هیچ تغییر نمیدیم. کدام پدرایتون؟ اما پدرایی که افغانستان به روس‌ها فروختن با پدر است. اما پدرایی که در محافل خود دخترها و بچه‌ها را میرقصاندن، از امو پدرها پیروی میکنین. از کدام پدرای؟ یک پدر برای ما نشان بدین که واقعا به منهج الله و رسولش در حرکت باشه که ما از او پیروی بکنیم. مونږ د خپل د پلارونو اتم چې پلارونه پاتې ده هغه ته مونږ تغییر نشو ورکوی، هماغه به کوو چې د مونږ پلارونه کړي دي. ترجمه کدام آیت قرآن است؟ ما نتبع الا ما الفینا علیه آباءنا. ما متابعت نمیکنیم مگر آنچه که پدرای ما کرده. دیگه از چیزایی که رواجهایی که در وقت بود تمیمه بود. تمیمه چی بود؟ تمیمه را علما میگن که بعضی ها در شانه های خود یا در گردن خود تومارها را منداختن. این تومارها گاهی از سنگ گرفته میشد، گاهی چوب می بود، گاهی توتی آهنی می بود که جادوگر برش میداد که در اینجا بند کو. و بعضی اوقات یک کتاب از به نام موسوعه فقهی کویتی او چی میگن؟
میگه و عرفها الفقهاء بانها ورقه یکتب فيها شیء، اوراق است که در بین از چیزایی نوشته میکرد. امروز اکثرا همین گردنای اطفالتان که تعویض داره یک مرتبه باز کنین بخوانین. عقیده خب تقلید نمیشه. اگر میگه ما در عقیده هم تقلید میکنیم، خب بچه اوندو هم میگه که ما از پدر خود تقلید میکنیم. اگر تو بچه اوندو میبودی، خب اصلا این نگاه پا میزدی که من از پدرم تقلید میکنم. در عقیده خود تقلید نیست، در عقیده خود تحقیق است. در عقیده خود باید انسان از عقل خود، از قرآن و از سنت درس بگیره. خب اینا سنگ و چوب این نگاه پا را آویزان میکردن و ببینید که بعضی اوقات یک کسی نمیبینه که اینمی چیزها را داره، تو یک کمکی برش نصیحت میکنی که یا درست نیست. باز یک کسی دیگه می شیخ المشایخ، شیخ الحدیث و تفسیر، نامش هم صاحب 3 متر، بازو برات می نصیحت میکنم هی که آلی همی چیزکای خورد که یک نفر دیگه بازوی خود بند کرد یا در گردنک خود انداخت. تا خود دیر ساده ساده شیان دین و تاسو پا دی عوام الناس که هم خبری پا که پیدا کوئی، هم دیر پارا تاسو تا خلق وابیان وی مکوی کنه داسی پریدی خلق بخبله. آیا می گپ ازی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانه؟ سعی کنید. در حدیث شریف میه عن عقبة بن عامر الجهنی انه جاء في ركب 10 الى النبي صلی الله علیه و سلم. سعی کنید گپ ازی رو با او قیاس کنید. میگه یک گروپ 10 نفری پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و یا چی میکردن؟ فبايع 9 وامسك عن بيعة الرجل منهم. لس نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم تراغلن 9 نفر سي نهتنو سري بيعتك ده اسلام ده ایمان. که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر چی بیعت میکردن؟ بیعت به اسلام و ایمان میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم که 9 نفرش بیعت میکنه، که یکیش بیعت نمیکنه. حالا شما گپ از رو با گپ از آخونجی که میگه که این گپای عادی هست، این یاد نکنید. خیلی که گپ عادی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم امرا یک شخص بیعت نمیکنه. دست خدا نمیده. او میگه من مسلمان میشم. رسول الله هم دست نمیتش که مسلمان شود. 9 نفر دست میته، نفر دهم یک نفرش دست نمیته. آن سعی کنی چی میگن؟ فقالوا ما شأن هذا الرجل لا تبايعه. گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بیچاره را چی کرده؟ این نازدانه دردانه یک دانه که آمده بالای از چی گپ شده که بر از دست تنمیتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ان فی عضده تمیمه. گفتی شخص در طرف بازوش سعی کنین، در بازوش بازو بند است، تمیمه است، تومار است، وسیله هست که به الله پناه نمیبره، به مخلوق پناه میبره. ما چطور به کسی دست بتم که او به غیر الله هنوزم باور داره؟ آیا ممکن است که یک نفر در زبان خود بگوید من مؤمن هستم و عمل شرک و کفر بکنه؟ رسول الله باز چی میگه؟ حدیث بخوانین فقط الرجل التمیمه. باز این شخص میگه فورا این تعویزی که در شانش بود، این توماری که در شانش بود، این توته سنگ یا چوب یا هر بدی که بود، این وقتی که کند و او انداخت. باز چی میگه؟ باز میگه که امرایش چی کرد؟
فقطع الرجل التمیمة فبایعه رسول الله صلی الله علیه و سلم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم امرایش بیعت کرد. ثم قال، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت خود یک درس داد که ای امت من علق فقط اشرک. هر کسی که این چیزایی که انسان توجهش از خالق به مخلوق میگردانه ای را ویزان میکنه فقط اشرک، ای شرک نموده هست، این امین شریک کرده در ای که باید به الله پناه بری به غیر الله پناه بردن. امروز چه مردم بس به بیرق سرخ پناه میبره، سر خانه خود بیرق سرخ ویزان میکنه. چقدر مردم به موره پناه میبرن، تمیمه هست. چقدر مردم به صدف پناه میبرن. باز وقتی که سیل کنی بیا چه ورطاو گولی چه ماشوم پورنه بانده 1 کیلو مریدی، داغ و داد بلا نساتی، داغ و داد وبا نساتی، داغ و داد امراض و نساتی. مورتل خورکه اکلش ده تا په گیړه کې ولی و خخته دی الته کې نکوده چه دی الله دی بلا نه وساتی. وقتی که در بین بطن مادر که سختترین حالات زندگی هست نموی ازی بود، خالق متعال او را از علقه و مدغه و لحم و گوشت ایره تبدیل کرد. اونجا که ایره حفظ میکرد که آل وقتی که به دنیا آمده تو ایره به موره و به سنگ و به چوب تبدیل میکنی. اینی هست اعتقادات عصر جاهلیت که عمر رضی الله تعالی عنه برش چی میگن؟ عمر رضی الله تعالی از این خاطر عمر عقیده توحید داشت. حتی وقتی که در مقابل حجر الاسود استاد شد، ببینید در اسلام یک سنگ مقدس است، حجر الاسود نام داره، جایش در پالوی کعبه هست، لکن اینمی سنگ را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوسیده است جایش هم در کنار کعبه هست و از عصر بسیار قدیم اونجا مانده شده است و میگن از جنت آورده شده است. عمر رضی الله تعالی عنه میاد در مقابل از این سنگ استاد میشه و برش میگه که ای سنگ سیاه، والله من میفهمم که تو هیچ نفع و ضرری بر من رسانده نمیتونی. اگر رسول الله تو را باش نمیکرد ما قبلتو که هیچ وقت من تو را بوسه نمیکردم. قوت و عزت عقیده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان میده. چرا؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه وقتی که بیعت میکرد الله میگه که درباره مهاجرین و درباره انصار شما آیات قرآن بخوانید که اونا وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درس دین گرفتن و به این شکل دیگه صحابی چی میگن؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان الرقا والتمائم والتولة شرک. این چیزایی که اینا رقیه های جاهلیت میکردن و تمیمه این چیزها را بند میکردن و تولت و چیزهایی را که زنها به خاطر محبت گرفتن به شوهرانشان ویزان میکردن، اینا کلشان و چیزهای دیگه هم است که انشاءالله تعالی اگر فرصت بود در هفته های بعدی اگر الله توفیق نصیب کرد انشاءالله سرش بحث میکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور.